بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل صعب وحزن من شيء سهلا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محترم روزداران و نمازگزاران عزیز، خداوند تبارک و تعالی این ماه مبارک را روزش طاعت و عبادت شب زنده‌داری ختم کلام ربانی را از همه ما و شما و از همه روزداران و عبادت کنندگان و رباش قبول کرده باشد. واقعا هم این ماهی که سپری شد بسیار یک ماهی روحانی بود، یک ماهی بود که ریاضت بود، یک انجمنی بود در سراسر دنیا که همه این مسلمان ها را به وحدت و یک مارچگی دعوت کرده بود و این انجمن سال هم یک بار از طرف خداوند تبارک و تعالی برای مسلمان ها همچون رحمت می آید تا انسان ها ساخته شوند، تا اینکه تمدن انسانی که در بسیاری از جامعه های جهان از بین رفته است از نو اعمار کرده شود. واقعا هم بشریت در تمدن عمرانی، در تمدن فرهنگی یا در تمدن اجتماعی خیلی هم به پله‌های بلندی رسیده است، اما تمدن انسانی، ساختن انسانی درست و انسانی کامل از هر نظر دور رفته است. باره در بازار، در بازار سخاوت، در بازار همین کاروان بودم برای دریافت کردن حاجت ها و امروز حاجت ها برای زندگی خیلی زیاد شده است و مردم و بازارها فرو ریختند و حاجت‌های خود را با اون شکلی که ضرورت دارند یافته نمی‌توانند. خب در همون رهروهایی که می‌رفتیم کسانی که اونجا بودند از این درخواه پرسان می‌کردند، از اون درخواه پرسان می‌کردند و بین خودشون زمزمه می‌کردند که واقعا هم قیمت‌ها بلند رفته است، نرخ‌ها خیلی بلند رفته است، روز تا روز بلند شده ایستاده است. و یکی از اینها هم بود که سبب همین دلار است که بلند می‌شود، پست می‌شود و دیگرش بود که این دلار هم پایین رفته ایستاده است، اما نرخ‌ها هیچ یکی پایین می‌روند. حتی یکش بود که همین سبزی که از خودمون هست
و بعضی چیزها اونها بلند رفتن پایون نرفته استفاده. تا اینکه یکیش گفت که در همین جای یعنی کشور یا در دنیا چیز است که پایون میرود؟ همه چیزی بلند رفته است پایون نمیرود، تنها انسان است که پایون رفته استفاده است. قدر انسان پایون میرود و جز انسان دیگه همه چیز قدرش، قیمتش، نرخش بلند شده. واقعا هم تمدن انسانی یا اینکه ساختن انسان و اهمیت دادن به شخصیت انسان خیلی پایون رفته است. اما قرآن کریم از زمانی که نازل شده است و تمام دین‌های آسمانی از وقتی که آمدند برای ساختن تمدن انسانی آمدند تا اینکه همین انسان را بسازند. اگر انسان ساخته شود واقعا هم همه مشکلات حل می شود. خب دیگر سخن ما اطراف این چند موضوعی است که انشاءالله به این سخنها میخوام خدا تذکر بدهم یا اینکه تذکر بدهم و انشاءالله که برای دیگران در این شب خیلی هم مبارکت منفعت هم داشته باشد. واقعا پیش از من هم سخنهای خوب در شأن قرآن کریم در این کتاب آسمانی گفته شد و کسانی که در مسابقه در مفاهیم قرآن در این کتاب واقعا هم اشتراک کردن خوشا به حال اونها که در چنین یک کتاب بسیار هم عالی و بزرگ اونها خود را آزمایش کردند و صاحب مکافات در همین دنیا شدند. اما اون مکافاتی که از طرف خداوند میشود واقعا هم اون را ما با این بینش یا با این درک تصور کرده نمیتونیم. خداوند جایزه و مکافاتی اون روز را هم براشون نصیب کرده. خیلی نقطه‌های خوب، ساعت‌های خوب عرب‌ها میگویند فرصت طیبه، بسیار هم یک فرصتی خوب و مناسب برای ما و شما در این شب وجود دارد و در این ماه وجود داشت که خداوند برای ما داده بود. خب خداوند میگوید که براستی که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چی بدونی از شب قدر؟ شب قدر چی است؟ شب قدر شبی است که از 1000 ماه برتریت دارد. در اون شب ملائکه ها با روحی روح فرشته مقرب و زمین میآیند و در اون راه در اون شب مهمترین کارها گرفته می شود و تا دمیدن صبح تحلیت سلام و درود گفته می شود. خب این یک سوره بود که اختصاص گذاشته بود برای قدر. اگر دقت کنیم شب قدر در همین سوره 3 بار یاد می شود. لیلة القدر و گفته می شود که شب قدر از 1000 ماه بهتر است و در این شب امرهای کارهای مهم گرفته می شود. اکنون مفسرین یا اینکه اهل نظر در موضوع اون امرهایی که گرفته می شود نظرهای زیاد دارد. اما یک نکتهش برای ما مهم است که بعضی از اهل نظر و مفسرین به او اشارت کرده‌اند مسئله سعادتمند بودن یک انسان و خدای ناکرده شهید بودن یک انسان هم در همین شب گرفته شود. یعنی یک انسان که بتواند ایمان ببرد و در راه مستقیم باشد و شخصی باشد که از زندگیش وقتی که خاتمه می‌یابد با ایمان با اسلام می‌رود، این نشانه سعادتمندی یک انسان است. و کسی که گمراه می‌شود و کسی که از صراط مستقیم بیرون می‌شود و خدای ناکرده ایمان را از دست می‌دهد و از اسلام بیرون می‌شود و دنیا را ترک می‌کند، این مسئله شهوت است، مسئله بدبختی است. و بعضی از اهل نظر می‌گویند انا همین موضوع هم در همین شب گرفته می‌شود. در این شب ملائکه ها جمع می‌شوند، تمام ضروریاتی که برای مخلوقات یا موجودات دنیا هست را فراهم می‌کنند. حتی چقدر هوا و نفسی که برای یک جاندار
جمهوری سیزده و حرکت کردن رزق خصوصی از در این روز گرفته می شود و این نکته که مسئله سعادت و شقاوت و بدبختی در این شب گرفته می شود. بنابراین این شب خیلی هم اهمیتی بزرگ واقعا هم قدری بسیار هم عالی دارد. برای همین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این شب را یا که شب‌هایی که در ای اخیر بودند اونها را بسیار به ذکر و طاعت و شب‌سنجرگاری شب‌ها را و بیدار روز کردن می‌گذراند و دعا هم همین بیاد. بار خدایا تو بسیار عفو کننده هستی و کریم هستی و عفو کنندگان را دوست می‌داری، پس ما را مغفرت کن یا اینکه عفو کن. خیلی هم نکته مهم و ضروری هست که در این شب گرفته می‌شود. خب اکنون با اون دلایلی که ما در دست داریم در سوره دخان خصوصیت این شب را در دو چیز متصور می‌کند یا که در دو چیز محدود می‌کند. یکی نزول قرآن و دیگر گرفتن یا اینکه انجام شدن یا تقدیر کردن و چه نکردنی امر بگیم که اینها از طرف صاحب این ملک خدای متعال گرفته میشه. خب موضوع قرآن کریم هم چگونه که اشاره شد قبل از ما خیلی هم موضوع مهم است. قرآن کتابی هست که به راستی و درستی هدایت می‌کند. قرآن کتابی هست که انسان را به راستی و درستی هدایت می‌کند. خب کتابی هست که در اون هیچ باطل وجود ندارد، همه این حق است. اگر از حقیقتی وجود گرد بزند واقعا هم این روز علمان اثبات می‌کند وجود انسان چنین واقعیت یا چنین حقیقتی دارد. اگر قصه بگوید، اگر یک داستان بگوید نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ما برای تو بهترین قصه ها را قصه می‌کنند. وقتی که حکایه می‌کنند، وقتی که مسئله دارد شاید مسئله عالی و بزرگ را می‌آورد. مثلا ببینید هر یک کتاب یا که هر یک معنی در کتاب خودش یک قهرمان دارد در داستان خودش. قهرمان قرآن کی است؟ قهرمان قرآن انسان است. در اطراف انسان سخن می‌گوید قرآن. پس انسان را در دو جنبه تقسیم می‌کند. یکی انسانی که مسئله اعلا است. مسئله اعلا تا اون جایی است که منزلت انسان از ملائکه‌های مکرم هم بالاتر میشه. یعنی با آن نقطه‌ای که کمالات انسان یا که انسانیت به اون امکانی رسیدن دارد انسان رو به سوی همون سوق دیره میکنند و همون میرسند. این رو مسئله اعلا میگوید و نمونه این در قرآن میگوید خیر البریه، اونها کسانی هستند که بهترین انسان‌ها در روی زمین هستند. و طرف دیگر یا جنبه دیگر انسان این قهرمان این مسئله سفلا است. یک نمونه ایشون هم زیشت و پایان است که انسان وقتی که در اون داخل بشود حتی که از حیوان‌ها هم پایان‌تر می‌شود. قرآن میگوید کالانعام بل اضل، یعنی انسان مثل چهارپایه‌ها می‌شود و یا اینکه از اونها هم پایان‌تر می‌شود. انسان را یعنی قهرمان خود را قرآن در این دو صورت یا که در این دو جنبه برای ما معرفی می‌کند. و انسان را که همچون مخلوقی مکرم است و معزز است و بالای روی سرمایه خیلی قرار شده است. چگونه که قبلا از ما گفتن محترم معاون رئیس حزب هم در سخنرانیشون اشاره کردن هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. انسانی که بالای روی سرمایه گذاری شده است، حتی که بعضی از مخلوقهای خداوند که اونها مقرب بودن و سبب اون رانده شدن دوره دیگر شما در کار نیستید. خب این دو جنبه بود که قرآن کریم انسان را به سوی اونها دعوت می‌کند. اما پس استفاده بودن این انسان از کتاب یا اینکه اگر دقت بکنیم
فضیلتی یک شبی را که انسان در اون شب میتواند که آن هدفی را انسان برای او خلق کردشته است را به دست بیاورد، همون کمالات را به دست بیاورد. ما اگر در قرآن دقت بکنیم، همون گونه که اشاره کردیم در باره داستان‌های قرآن که بهترین داستان است، از بنی اسرائیل وقتی دیگر ببینیم در قرآن برای بنی اسرائیل هم سرمایه خیلی بزرگ زیادی گذاشته شده. اکثریت انبیا و پیغمبرها از اونها فرستاده شده تا اینکه اونها یعنی صلاحیت پیدا کنند با این برنامه با این تربیت صلاحیت پیدا کنند که خیری بلگه باشند، کسانی باشند که ورثه زمین یا که آنچه خداوند برای یک انسان در روی زمین میخواهد برسه اونها باشند و از جمله اون چیزی که برای اونها گذاشته شده یکیش این بود که برای اونها 40 سال حضرت موسی اونها را در یک لگر در یک جای تربیتگاه اونها را نگه داشت، برای اونها طعام مخصوص بود، برای اونها برنامه مخصوصی بود تا اینکه اونها همین شایستگی را به دست بیاورند و اونها نتوانستند که همین شایستگی را برای خود حفظ کنند تا اینکه خداوند تبارک و تعالی همین مسئولیت که همین عنوان را همین شایستگی را گرفت داد و یک قوم و یک مردم از فرزندان حضرت اسماعیل که ما می‌بینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اون اومد، از اون قوم اومد و امت کسانی که پیروی داشتند بهترین امت شناخته شدند و این صلاحیت برای اونها داده شد و این مقام برای اونها گذاشته شد. پس ماه مبارک رمضان هم برای یک فرد از این جامعه چونین یک دوره هست، در همون دوره خودش نمی‌سازد. خب اگر مثلا بکنیم خوردن طعام در یک وقتی معین از نمیدن صبح سازی تا دور رفتن معنی است. خب غیبت کردن معنی است، دروغ گفتن معنی است، نشناس دادن معنی است. خب نزدیک شدن به چیزهایی که حلال است باز اونها هم معنی است. همه اینها برنامه‌ریزی شده است تا اینکه شخصیت یک انسان از همین خیر امت، از همین امت بهتر ساخته بشود و خاتمه بشود در شب قدر. شب قدری که بهتر است از 1000 شبی که در اون شب قدر نیست، از 1000 ماهی که در اون شب قدر وجود ندارد. خب 1000 ماه هم اگر شب‌هاش حساب کنیم 30,000 شب، 30,000 شب هم تقریباً 82 یا 84 سال را در بر می‌گیرد یک عمر انسان و خداوند در یک شب انسان را برابر یک عمری که انسان عمر ببیند می‌سازد. وقتی که استفاده برد از این ماه مبارک و در این شب استفاده. حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گوید عمر امتی من عمرهاشون چند هستند؟ ما بین 60 و 70. اعمار امتی ما بین 60 و 70 و اقل ما یجوز بسیار کمی است که از 60 یا که از 70 بگذرد، بین 60 و 70 است. پس ببینید که فضیلت این ماه برابر یک عمر انسان از انسان میتواند اگر از این استفاده ببرد میتواند که شخصیت خود را بسازد و شخصیت هایی که ساخته شد امروز بیش از 1 میلیون مسلمان که در این مؤتمر یک جمع شدند و از تلاوت قرآن و از ذکر و از حلالها معل شدند، پس واقعا هم اینها میتوانند که همون شخصیت همون انسان برای مسلمان گذاشته شده است و برای او که ورثه این دنیا بعد از که اونها میشود صلاحیت پیدا کنند. خداوند تبارک و تعالی ما و شما را موفق بدارد تا اینکه از این ماه مبارک رمضان استفاده خوبی را برده باشیم و شخصیت‌های خودمان، شخصیت‌های انسانی فردی خودمان و عائله خودمان ساخته باشیم و الله سبحانه و تعالی این روز را و روزهایی که بعد از این می‌آید دام کنید و منفعت اسلام و مسلمین قرار شده. واقعا هم با هر اندازه‌ای که یک سیار
یک بسیار هم سعی می‌کند نمیخواهد که با تیر بزنش و مجروحش کند یا که بکشش بگیرد بلکه او میخواهد بسیار با موسیقی بگیرد برای که در اون وقت در اون پرونده بسیار زیبایی ها از چیزهای خوب خلق خال و این چیزهای خوبی را دارد پس این اسلام هم و مسلمان ها هم واقعا هم دارای حکمت بسیار عالی هستند و این که دارای اونا هر مشکلاتی رو می‌آید البته سیاد زیرک نیست بلکه بسیار شر البریه است بسیار بد است و می‌خواهد که این امتیازات و این حکمت‌هایی که در اسلام مسلمان ها هست اینها را از بین ببرند با خاک و خون کشیدن اونها با سرگردان کردن اونها خب دیگر سخن در اینجا دراز نمی‌کنیم همه شما از اخبارها از قضاوت مسلمان‌ها آگاه هستیم مشکلاتی که برای اونها میاد واقعا هم مشکلاتی هست که برای بهتر بودن اونها هست برای اینکه اونها خوب هستند یک صلاحیت یک امتیازها یک نمونه‌های دارند که این مشکلات برای اونها هست اما دعا می‌کنیم که خداوند این مشکلات را رفع می‌کند خداوند هم وعده داده است که نور خودش را حفظ می‌کند و وعده داده است که مؤمن‌ها را نصرت می‌دهد و ما هم از مؤمن‌های واقعی باشیم که خداوند نصرتش برای ما و شما بیاید. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.